خوردن به زبان انگلیسی میشه ایت. همتون بلا استثنا هم بلدید، اما دقت کن، این ایتو من میارم کنار. گرما میدونی به زبان انگلیسی چی میشه؟ فقط کافیه یه اچ اینجا اضافه کنم میشه هیت، میشه گرما. حالا تمیز میدونید به انگلیسی چی میشه؟ باز همین ایتو داریم، ما کاری ما به این نیت دست نمیزنیم. اگر یه ان بذارم اینجا میشه نیت، یعنی تمیز. دوباره این ایتو نگه میدارم. گوشت که به انگلیسی میدونید احتمالاً چی میشه؟ آهان، آفرین. یه ام میذارم میشه میت، میشه گوشت. صندلی به زبان انگلیسی چی میشه؟ دوباره این ایت هست، این هم خانوادهش هست. یه اسم میذارم میشه سیت، میشه صندلی. یعنی یه ایتو یاد گرفتی، باقی کلمات هم یادت مون که این تکنیک ما بهش میگیم توین وردز که خیلی تکنیک خوبیه برای لغات که اصلا فراموشی نداره. اگر میخواین تکنیک رو آموزش بدم خودم تو یک جلسه به صورت کامل با جزئیات، کلمه رو کامنت کن، دایرکتت رو چک کن.